салом бинандагони азиз, хуш омадед ба барномаи ҳафтавории мо ба канали Паймони Миллии Тоҷикистон. имрӯз мо дар барнома даъват кардем ҷаноби Алим Шерзамоновро, муовини раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон. акай Алим, хуш омадед. سلامت باشید. خیلی ممنونم از دعوت شما به برنامه و خیلی ممنونم که یک برنامه چنین رو طرح ریزی کرده اید و اظهار تشکر خود را میکنم و علاوه شما را مبارکباد میکنم. شنیدم که روزهای نزدیک صاحب فرزند شدید و از صمیم قلب شما را تبریک میکنم به همین روز فرخنده. تشکر. موضوع برنامه ما امروز ما چند موضوع در بر خواهد داشت برنامه ما و شروع میکنیم از سفر رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان که روزهای نزدیک قرار است به تاجیکستان سفر کند. شما چی انتظاری ها دارید اکلیم از این سفر رئیس جمهور قرقیزستان و آیا این یگان مشکلی را حل کرده میتواند این واخوری دو رئیس جمهور؟ خیلی جالب است همین حالتی که امروز به آن رحمانوف و حکومتش روبرو شده است. خب من چی انتظار دارم از این واخوری؟ خب انتظارم همین است که خیلی خواهشم همین است که به خاطر سبکی برای شهروندان تاجیکستان همین از سر گرفته شود، یعنی راه کشودن برای تاجیکان توسط قرقیزستان از سر گرفته شود که این باعث محکم شدن راه از طریق قرقیزستان باعث بازگران شدن نرخ چیپتا از تاجیکستان به روسیه شده است و اگر قرقیزستان مرزش را برای تاجیکان باز کند، مطمئنم که یگانه انتظار من از همین واخوری همین است که کاش که همین مشکل برای شهروندان تاجیک حل شود. لیکن یک انتظاری همچون رهبر دولت، همچون کورپوس دیپلماتی تاجیکستان من حیران میمانم اینا خیلی حاضر از همین جناب و میخورند، چون که واخوری رهبران دولت ها در دولت های دیگر و خب منصبداران دیگر دولت در یک دولت یک پروتکل بین الخلقی دارد. فرض کردیم اگر مثال پرزیدنت روسیه به امریکا سفر کند، در او را حتما شخص پرزیدنت شخصا میآید در فرودگاه و میخورد، چون دولت ها در یک سطح قرار دارند یا چی. لیکن اگر پرزیدنت تاجیکستان به ایالات متحده امریکا یا پرزیدنت قرقیزستان سفر کند، در این حالت در آنجا سطح پستری برای واخوری یا نایب پرزیدنت یا یگان نفر دیگر یا گوست سکرتر میگن، وزیر کارهای خارجی در اونا و میخورن. در حالت ما برای ما فرض کردیم چی جمهوری ازبکستان و چی جمهوری قرقیزستان برای ما از روی پروتکل در یک سطح قرار دارند و اون واخوری که ما شاهد آن شدیم از پرزیدنت ازبکستان، امروز چگونه پرزیدنت قرقیزستان رو با میخورند و من میترسم حتی که پرزیدنت تاجیکستان شخصا به فرودگاه برای واخوری پرزیدنت قرقیزستان نمی رود. یعنی این در مناسبتی بین دولت ها که دولت ها معین کننده یعنی نماینده اون ملت ها هستند و اون چاپلوسی که ملت ما در شخص رحمانوف به
ملت ازبکستان در شخص شوکت میرزیویف کرد، این خیلی باعث نگرانی و خیلی باعث خب تحقیر ملی است و ما مگرم پرزیدنت قرقیزستان رو هم در همین سطح واخوریم یا دیگر بیایم از روی پروتکل عمل کنیم در مقابل تمام کشورها، چه او افغانستان باشد، چه او قرقیزستان باشد، چه او ازبکستان باشد. یعنی در سیاست اگر شما با دولت مناسبت به سردی گروید، شما یعنی اون روبر او دولت را به ملکت به دولتت تکلیف نمی کنی. مادامی که تکلیف کردی اون پروتکلی که هست او را مگم رعایت کنی. چخیل می شود که با گل با سرود و با رقص و با چیز یک پرزیدنت یک همسایه کشور را واخوری و پرزیدنت همسایه کشور دیگر را که نه تازه با او درگیری هم در سرحد داشتی بیایی و خب حیران بمانی که حاضر چخیل کنه. اگر از پرزیدنت ازبکستان با طبق پروتکل وامی خوردن، از پرزیدنت قرقیزستان هم طبق پروتکل وامی خوردن که در اونجا نه سرودخوانی است، نه شعرخوانی است، نه گلپوشی است و هر دو پرزیدنت را برابر باید وامی خوردیم که این یعنی شما باور دارید که به گل و گلپوشی و پیشوازی دخترها و از این چیزا باشد؟ بله بله، چه ضرورت بود پرزیدنت ازبکستان را یا دونالد توسکی که یگان وظیفه در یگان دولت نداشت همین خیلی با گل و گل چنبرها واخورند و بیایند حاضر در واخوردن پرزیدنت قرقیزستان حیران بمانند که چیکار کنیم. و اگر جنگ بین شما باور دارید که رئیس جمهور قرقیزستان را به گل و گلدسته و دختران جوان قطار از این چیزا پیشواز میگیرن؟ کشوری که نه، شاید دو سه دختره با گلها و با نان به فرودگاه بیارند، در اونجا شاید سروزیر او را واخورد یا وزیر کارهای خارجی، نمیدونم، یگان نفر موظف میکنن. لیکن در مناسبت بین دولتی این البته که به سردی میورد، چون که همه شاهد بودیم که چخیل پرزیدنت قرقیزستان رو پرزیدنت ترکیه واخورد و چخیل پرزیدنت ازبکستان رو رحمانوف واخورد و حاضر این تضاد رو میبینیم که چخیل باز رحمانوف پرزیدنت قرقیزستان رو میخورد و این میتواند باعث باز هم ناباوری کاسته گردیدن اعتماد طرفین، چه در بین سیاستمداران و چه در بین مردم عادیش گردد. خب خیلی که ما دیده بودیم، یک دیروز بود خبر برآمد که چند زن تاجیک را در قرقیزستان بازداشت کردند. فکر میکنید این موضوع مطرح خواهد شد یا که در سطح رهبران نخواهد بود؟ خب ببینید، در همین هموطنان ما را که در حدود قرقیزستان اونا را در وقت مردکاری بگوییم بازداشت کردند و نوار پخش شد و اونا را بازداشت شهروندان ملکی کردند که اصلا چنین وکالت را نداشتند و باید که مقامات قرقیزستان امروز به این واکنش کند به این عمل. این از یک طرف است و اون واکنشی که مقامات تاجیک و ملت تاجیک کرد باعث نگرانی باز هم عمیق‌تر است. ببینید در اینترنت مثال تاجیکان ما آمدند این خانم ها رو تحقیر میکنند،
من بعضی از شرح ها رو در زیر این مطلب خوندم که این بسیار باعث نگرانی است و بسیار باعث تحقیر ملت است. ببینید میگد، مثال آدم میگد که اگر آنها تاجیک باشند لعنت خدا به مردم و چنین زنان و شوهرشون که به در دشمن رفته سر خم میکنند، شوهرشون نامرد، خودشون بیناموس هستند. اینا تاجیکا در زیر مطلب می نویسند. اینها همه کار خوشرو اهمیت دید. زنکای تاجیک این خیل نمی پوشد، رومالش این پس زدن تاجیکا پروکاتر است. یعنی در شرح ها میگن که با چهرهشون بینید که اینا تاجیک نیستند. آخر اونا شهروند تاجیکستانند، ملت قومشون قرغیز باشد، قومشون ازبک باشد، اونا هموطنان ما هستند. شما چه خیل دیروز نسبت یک دو کودک بدخشانی، جوان بدخشانی که خود را تاجیک نمیخوانند، شما همه کسا میگید که نگران هستید و حق هم هستید از نگران بودنتون، از یعنی عصبی شدنتون. ولی می آید در مقابل یک مردم دیگر، همین خانم هایی که به او طرف گذاشتند، شما می آید و اونها را در چهرهشون می بینید، در چشماشون می بینید که اینا تاجیک نیستند و اونها را تحقیر میکنید. این یک طرف که این از ناقابلی ما و شما مردهای تاجیک است که امروز در سر ما چنین ظالم است که ببینید تا سال 1992 تاجیکستان پیش قدم ترین دولت اتحاد شوروی نبود، لیکن از قرغیزستان در چند زینه بالا بود، از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی، از نگاه رشد اقتصادی، صفت زندگی مردم. ما در همه سطح ها 4 زینه 5 زینه بالاتر از جمهوری قرغیزستان بودیم تا پاش خوردن اتفاق شوروی. و امروز من حاضر در شبکه ها میگن که مثال رحمان رو دشنام میکنند، رئیس ولایت دشنام میکنند که یعنی همین خانم ها رو اجازه دادن اونجا روند یا دیگر. لیکن برای من نگرانی چی است؟ من تازه دریافتم که همون آب در ما است، همون آب در قرغیز است، همون زمین در ما است، زمین بیشتر در ما است، زمین کمتر در قرغیزستان است. لیکن قرغیزها یافتند بازار برای سودا، یافتند یعنی درآمدی که یعنی یافتند بازار را که غنوچین حاصل برای اونها یک تاجیک زن با چقدر مشقت غیر قانونی می رود و از این درآمد هم می یابد و به خانهش رزق کودکانش پیدا می کند. یعنی تا چه اندازه اقتصاد قرغیز از اقتصاد تاجیکستان پیش رفته است که ما می رویم، مادرای ما، خواهرای ما می روند در قرغیزستان مردکاری می کنند. یعنی در این طرف، در طرف ما از طریق حشرها در وقت حاصلخونداری پخته و دیگر معرکه ها حشر کرده به مبلغ به پرداختن معاش از کارکنان ساحه‌های بودجوی و از دیگرها استفاده میبریم که حاصل رو در وقتش خونداریم. لیکن جمهوری قرغیزستان رو بینید که تا حد اقتصادشان پیش رفته است، تا حد خوب خواجگی قشلاقشان پیش رفته است که بر علاوه شهروندان خود که با کار تامین کردند، کار موسمی هم باشد، باز از تاجیکستان هم کار موسمی و طبیعی است که اون تاجیک، اون مادران تاجیک، اون خواهران تاجیک به مراتب معاش کمتر از همکسبان قرغیز خود خواهند گرفت و با این هم
راضی هستند که غیر قانونی سرحد رو عبور کرده برای خاندانشان رزق و روزی پیدا کنند و این نشانگری 30 سال حکومت خردمندانه همین جناب اولی است که تا به همین سطح پگاه طالبان حاضر به سر قدرت بیان، پگاه میترسم که مردم بدخشان به او بر دریا مردکاری نروند، یعنی به برادران افغان خود که از اون طرف دریا هستند میترسم که 2 روز دیگر ما به اون طرف مردکاری میره. یعنی این نشون دهنده تا چی اندازه پایین رفتن سطح زندگی مردم است که با کشوری که 1 ماه قبل جنگ بود تقریبا نمیدونم 50 تا 100 کشته به جا گذاشت، مردها حتی نه زنها میخیزن با همون کشور زیر خطر برای یک بریدن نان به مردکاری کار زمین میروند. این بله نشانه این چی درجه مردم به نان خوردن زور شدگی است نه؟ از یک طرف من به جای برادران قرقیز یک کمی اونا را تبریک هم میکنم که اونا توانستند چنین اقتصادیات را برامونند، یعنی همین محصولاتی که در همان زمین ها حاصل میکنند و همین مادرای ما برای اونها کار رفته مزد میگیرند، یعنی اونها همین مواد را با یعنی بازارگیر شده است، مواد اوزوقواری آنها، خوجگی قشلاق آنها بازارگیر شده است. بنده که 5-4 سال پیش در بشکک یگان 3-4 ماه به سر بردم، در اونجا محصولات تاجیکستان در بازار اونها، محصولات قرقیزستان در بازار اونها سودا می شود، یعنی اونها با محصولات خودشون رو تامین میکنن و باز همین محصولات را به جمهوری های همسایه به مانند شاید چین و به روسیه که البته اونها صادر میکنن و شاید به چین هم صادر کنن. یعنی این نشانگر آن است که من باز تکرار میکنم، در سال 1991 اگر آمار رو برداریم در از روی تمام نشان دهنده ها تاجیکستان 3-4 یا 5 زینه از قرقیزستان بالا بود و اینها که میگویند که جنگ شهروندی، نه، جنگ شهروندی سببگار نشد، جنگ شهروندی 5-6 ماه بود، بعد همون مخالفانتون رو سرکوب کرده راندید از تاجیکستان، دیگر از 92 به این سو یگان کس به شما خلل نرسونده، یگان نفر به شما خلل نرسونده است که شما همین اقتصادیات رو پیش برید. فقط یگانه خللی که به شما رساند این فساد شما است، این ناقابلی شما است، این از عهده کار نبرآمدن شما را نشان میدهد که مادران ما روند و در قرقیزستان با چقدر مشقت، با چقدر باز در چقدر شرایط یعنی غیر قانونی سرحد رو عبور کرده می روند برای فرزندان خود روزی پیدا کنند و ما نامردهای تاجیک باز بیاییم و در شبکه ها ایدار اساسی رو می ترسیم ایدار اساسی رو نشان دادن و اون مادرها رو باز دشنام میکنیم که چخیل بیناموس هید و شوهرهای بیناموس دارید و پسرهای بیناموس دارید که شما اونجا به مردکاری میرید. انا همین قدر داره مردگری و شاید همون نفرهایی که چنین مینویسن باز طرفداران رحمانوف هم باشن. بله، اکثریت باز طرفدار فرمای جوابند و باز از رحمانوف دفاع میکنند و باز اگر همچنین گویی اینا خوب است، یگان کمبودی ندارن، مشکل ندارن، این زنها از خرسندیشون خیستن قرقیزستان کارکنی رفتن، در تاجیکستان هم کار رحمانوف با اونها هم شرایط مهیا کرده است و این در نخونک خواهین ها خیستن باز به قرقیزستان کارکنی رفتن. بله، و باز میترسم که خیلی که مادران
ворخ رو چند سال پیش گروگان گرفتند و گفتم فرزندای شما تا از روسیه نیایند به خدمت نروند، ما شما رو جواب نمیتیم. میترسم که همین مادرها و شوهرهاشون یا پدرهاشون یا فرزنداشون مورد تعقیب و قرار میگیرند، به خاطر اون که من و شما در اینجا امروز در این باره سخن میکنیم. پگاه میترسم که این نامردها باز علاوه بر اون همه این مشکلی ها باز مشکل دیگر بالای اونها میارند. ولی این تحقیر ملت رو ما هم نمیتوانیم که صرف نظر کنیم و از این گذریم. ما مجبوریم که با مردم این رو بررسی کنیم. ولی باز تکرار میکنم که میترسم که به خاطر محض این گفته های من و شما حاضر اون بیچاره ها رو باز زیادتر شکنجه میکنن. خب فکر میکنید رها میشوند تا آمدن رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان، یا اینکه البته من مطمئنم که پیش از رسیدن همین رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان اونها به خانه هاشون میرسن. من مطمئنم که خب تا این حد به دشمنی بین این دو ملت تا این حد نرسیده است و البته که این مادران رو جواب میتین و امیدوارم که در این نشستی که برگزار میگردد بعد این نشست راه ها بین دو کشور باز می شود و شهروندان تاجیکستان امکان پیدا میکنند که توسط هواپیماهای قرقیزستان به روسیه سفر کنند و این باعث می شود که شرکت های خانوادگی رحمانوف یا مجبور شوند نرخ و نوا را پایان تر برند یا باز خدا نکند که یگان. و من میترسم که همین راه بستن از طرف قرقیز ها هم یک شکل لابیگری مقامات تاجیک بود. من میترسم که این لابیگری بود، چون در اون طرف هم رشوه زیاد است، فساد زیاد است و شاید همین شرکت هواپیمایی سامان ایر با کدام منصبدار مبلغ معینی داد تا این خط سیر رو برای تاجیکان ببندند. بله. خب چخیلی که میدونین فردا روزی وحدت ملی است که شما روزی وحدت ملی رو جشن میگیرید که یا که برای شما چی روز است روزی وحدت ملی؟ خب من چندین مرتبه از سال 97 به این سو درباره روز وحدت ملی چندین بار سخن کردم و من این رو از ابتدا یک بخت دیپلماتی اون وقت رهبرت مخالفین تاجیک می شمردم و خیلی از نگاه انتقادی نظر می کردم به این به این امضای سازشنامه، مخصوصا با نشست خصوصی که باعث شد چنین سازشنامه چنین گذشته از طرف مخالفین با وجود بیاید و بسیار بودم، بسیار نظر انتقادی داشتم و می گفتم که خب مخالفین عملا نه شرطنامه صلح رو امضا کردن بلکه شرطنامه تسلیم رو امضا کردن. ولی سال سپری شده بنده در یک پژوهش شرکت داشتم که یک دانشگاه امریکایی به خاطر
و صلح افغانستان و دست آوردن صلح افغانستان تحقیقات میگذارند و اونها خواستند که تجربه تاجیکان را بیاموزند و بنده هم چون در تحقیقات اونها هم شرکت کردم و شاهد بعض مصاحبه های برادران تاجیک شدم که در اون ساعت و زمان در افغانستان قرار داشتند و در سازشنامه صلح به واسطه در روند صلح شرکت داشتند و بسیار فیات خود کردم و نظرم نسبت مرحوم رئیس حزب نهضت اسلام مرحوم سید عبدالله نوری خیلی تغییر کرد. اگر تو همین دوره خیلی از نگاه انتقادی به عملکردهای سالهای اخیر این نفر نظر میکردم که شرطنامه صلح رو همین یعنی نتوانستند صلح رو نگاه دارند، لیکن بعد که در همین مصاحبه های شرکت کردم من یک چیز رو دریافتم و اون مرتبه این شخص رو پیش من خیلی بالا برد. من شخصا با این شخص در زندگی شناس نبودم و نخورده بودم، لیکن از ابتدای خوب پوش خوردن اتحاد شوروی حتی پیش از اون من یک مخالف رژیمی اون وقتی کمونیستی علاقه بودم، بعدا مخالف رژیم امروزه شدم و همیشه در مخالفت قرار داشتم و طبیعی است که یکی از هواداران شرطنامه صلح که به طور ارزشمند، یعنی طرفا باید از ارزشمند بودن طرف دیگر قائل می شدند، یعنی صمیمی امضا می شد و بنده نگران بودم و از این لحاظ من نسبت مرحوم سید عبدالله نوری خیلی انتقادی نظر داشتم. ولی یک چیز رو دریافتم. ببینید در خسده پیش از واخوری خسده رو روسیه تشکیل کرد. واخوری خسده سید عبدالله نوری با رحمانوف که امروز رحمانوف رو بسیار تعریف میکنن که نترسیده به افغانستان جنگ زده رفت، اونجا برعکس بود. اونجا رحمانوف همچون میزبان بود، فشار بالای سید عبدالله نوری بود. خب رحمانوف رو چخل میزبان کردن. ببینید در اون ساعت روز و ساعت ائتلاف شمال با رهبری و سید عبدالله و برهان الدین ربانی و که احمدشاه مسعود افغانستان رو کلا از دست داده بودند، تمام امور رو از دست داده بودند و در انتظار میرفت که 2-3 روز دیگر افغانستان رو ترک کرده به تاجیکستان میگریزند. وضعیتشون بسیار تنگ بود. روسا بالایشان فشار آوردند که اگر خواهید که ما در کنارتان بیستیم، شما بیایید به مخالفین تاجیک فشار بیارید، اینا رو مجبور کنید که اینا امضا کنند. و همین واخوری خسده را با در اینجا 3 طرف ایران، افغانستان رسمی و روسیه هر 3 الکی جانبدار رحمانوف و جانبدار به هر نوع امضا کردن این سازشنامه بودند. فرق نیست چه رقم باید همین سازشنامه امضا می شود و رحمانوف در آنجا آمد همچون یک میزبان که هر 3 این نیرو رحمانوف چی میکردند، ولی در آنجا یگانه
شخصی که زیر فشار چهار طرف بود و فشار اساسی که من درک کردم در همین مصاحبه و بالای این مرد بزرگ بود، این همان گریزگان تاجیکی که در این کمپ سخی قریب میلیون، قریب نه زیاده از میلیون گریزه در کمپ سخی و کمپ سخی در حدود تحت کنترل ائتلاف شمال بود، ولی علاقه طالبا خیلی نزدیک آمده بودند و طالبا به تاجیکان، به اپوزیسیون تاجیک پیام هم دادند که بیایید ما با چیز ما درآیید، با یعنی با زیر قنات ما درآیید، ما شما را پیروزی شما را پیروزی شما را تضمین میکنیم و شما را با پیروزی به تاجیکستان وارد میکنیم. و اگر امروز که همین مقامات و حتی بیرون از مقامات هم نسبت همین شخص و اون دوره نهضت اسلام سنگ می اندازن که میگن که مذهبی سازی مبارزه و دیگر، در این میان سید عبدالله نوری بر ارزش‌های دینی خود، ارزش‌های ملی خود را بالا گذاشت. اون طالبان آمدن که شما اسلام میخواهید، ما برای شما را به تاجیکستان می‌دراریم، اسلام جاری میکنیم. لیکن سید عبدالله نوری از همان کمپ سخی نگران بود و میدانست که اگر این زیر کنترل همین حدود زیر کنترل طالبا درآید، دخترای کودک ما رو، دخترای 11 ساله 12 ساله ما رو به نکاح می‌درارند، زورن، و بچه های 12 ساله 13 ساله ما رو به ارتششون جلب میکنند و اونها دیگر در عمرشون یک عمر در جنگ وارد میشوند و همین باعث شد که همون شرط های خیلی ناقلای را در همون روز امضا کند و من امروز نمیشناسم تاجیکی را که شاید باشد، لیکن امروز تاجیکی را نمیشناسم که در همان روز به جای سید عبدالله نوری می بود و می توانست همین حجت را امضا نکند، چون اگر امضا نمی کردند و واقعا طالبا همون حدود کمپ سخی رو چیز میکردن، اشغال میکردن، همین واقعی که گفتم، همون تاجیکای خیلی تاجیکا در بدر میشدن، مخصوصا دخترای تاجیک در بدر میشدن، بچه های تاجیک به شهادت میرسیدن در جنگ های که بیرون است، جنگ بیگانگان. امروز در سوریه شاید تعداد خیلی زیاد تاجیکا به قتل میرسید و شاید به تاجیکستان و به چین هم لشکر میکشیدن با شمول تاجیکان. یعنی خیلی از خود گذشتگی کرد این بنده خدا و من از انا 2-3 ماه می شود که تا همین روز از سال 99، البته که تا سال 97 تا امضای سازشنامه من هوادار مخالفین بودم، من هوادار پیروزی مخالفین بودم در تاجیکستان و آمدن صلح در تاجیکستان این خود پیروزی مخالفین بود، چون که ما از ابتدا هنوز حکومت مراسای ملی که داشتیم از همان روز صلح در خوروغ واخوری صلح کردیم، امضا کردیم، اینو آتشکنی کردن. خب چند بعد از اون ما از ابتدا همیشه خواهان صلح بودیم و صلح این پیروزی مخالفین بود و
اخیراً که این صلح نشد، همون مخالفین بای دادن، نه بخاطر نه جنگ را بای دادن، چون که جنگ را بریدن نه ما میتوانستیم نه اونها. یعنی جنگ را ملت بای میداد. اگر جنگ تا به همین روز ادامه میافت، افغانستان دیگر میشدیم، ملت بای میداد، نه رحمانوف برنده میشد، نه فرانت خلقی، نه نهضت، نه دیگر نیروهای آزادی خواهی تاجیک. فقط در همه این درگیری ها ملت بای میداد و سوالو کردنی پیروزی بودم اگر مخالفین جنگ برنده خواهد داشت، شانسی کدام طرف بیشتر بود؟ برنده نداشت. شانس اگر در اون ساعت و زمان شانس مخالفین بیشتر بود. اگر مخالفین درونتر می در آمدن، به 9 کیلومتر می رسیدن، به تپه سمرقندی و همون به دوشنبه می رسیدن، در گرد فرانت خلقی باز نیروهای جمع می شدن، نیروهای در گرد سابق فرانت خلقی و اون مردمایی که میدانستند که در اون وقت احساس قصاص زیادتر بود. همین مخالفینه که در آمدن، ما شاهد بودیم که فرانت خلقی چه بیدادگری های در غرب کرد، چه بیدادگری های در وحدت کرد، چه بیدادگری های در دیگر مناطق کرد، مناطقی که مخالفین بودند. در خود دوشنبه قتل عام بدخشانی ها و غرمی ها را چیز کرد، پیاده ساخت. و البته که اون ساعت و زمان احساس قصاص زیادتر بود و همین فرانت خلقی و جانبدارانش شاید باعث ترور از این طرف می شدند و البته اونا این را درک می کردن و در گرد یک محور باز جمع می شدن و حاضر که در افغانستان است نمی شود گفتن که ما همین مخالفین پیروزی به چون و چرا به دست می آورد، چون که از آن طرف مقاومت می شد و تا به همین روز رنگ افغانستان ادامه پیدا می کرد. و ما شاهد شدیم که حتی در همان لحظه ها مثال رضوان صادروف بود که معلوم نبود او با مقامات رحمانوف است یا با مخالفین است. یعنی گروه ها آمیزش می یافتند، یک گروه مخالفین با یک گروه فرانت خلقی یک جا می شد، یک گروه با دیگر گروه. خود محمود خدای بردیف معلوم نشد او الکی آماده بود با یک گروه مخالفین به مانند رضوان یا دیگران به یک موافقه بیایند. یعنی اگر ما مخالفین از طریق زور به دوشنبه وارد آهسته آهسته می شدن، البته که از اون طرف مقاومت می شد، البته که آمیزش می یافتن نیروها، چون که ناراضی ها در داخل مخالفین ناراضی ها بودند، در داخل حکومت هم ناراضی ها بودند. حاجی علیم کجا شد؟ حاجی علیم ها چی اون وقت نبودند در داخل حکومت رحمانوف؟ البته بودند و اونها با یک گروه، یعنی گروه های افراطی تر از هر دو طرف با هم می شدند و گروه های معتدل تر از هر دو طرف با هم می شدند و این ادامه می پیدا می کرد. لیکن برد مخالفین در مجموع، همه مخالفین خواه سلاح به دست بود، خواه رنگ من سیاستمدار، همه ما صلح را برد خود می حسابیم و تا سال حتی 2010 ما همون احساس را داشتیم، همون احساس پیروزی، یعنی خواسته خودمون را توانستیم یک نوع بالای رحمانوف تعمیل کنیم که صلح را پذیرد و این را ما دستاورد مخالفین از آن روز می شماریم تا به همین روز. و آن شکستی که صلح دید، ما باز اون را شکست خود می حسابیم. من همچون همان وقت یکی از مخالفین، امروز هم همین شکست صلح تاجیکان رو شکست شخصی خودم می شمارم و
یکی از گناهکاران همین شکست خودم رو میشناسم. یعنی ما نتوانستیم که صلح خود از صلح به دست آورده خود حمایت کنیم، چون که نیروهای دموکراتی اکثریتشان فروخته شدند، بعضیشان روح افتاده شدند. فروخته شدن به معنای چی؟ یعنی اونا وظیفه گرفتن، وظیفه در مقامات رحمانوف گرفتن و اکثریتشون گذاشتن به اون حزب و یعنی به معنای تامش فروخته شدن. از این طرف ماند مخالفین نهضت اسلامی که اونها ماندند اون ائتلاف نیروهای آزادیخواه تاجیک سه تقسیم شد و ما نتوانستیم. همه ما در این گناهکار هستیم، چی مخالفین. البته که اون طرف از ابتدا نیتش فریب و نیرنگ بود، نیتش با فریب و نیرنگ نگاه داشتن حاکمیت در دستش بود که موفق هم شدن و این تا به همین روز حساب کنیم که اونها چیزی که خواستن به دست آوردن، چیزی که نقشه‌ای که داشتن اون را عملی کردن. متاسفانه مخالفین نتوانستن ایستادگری کنند و نتوانستن از منفعت‌های ملت دفاع کنند، چون که رژیم رحمانوف بر ضد منفعت‌های ملت است و هر نیرویی که در هر دولتی که نباشد دولت خودکامه می‌سازد، دولت اولادی می‌سازد، حکومت اولادی بنیاد می‌کند، او البته که بر ضد منفعت‌های ملی عمل می‌کند در کدام نقطه دنیایی نباشد و این طبیعی است که این رژیم بر ضد منفعت‌های ملی است و ما نتوانستیم از منفعت‌های ملی خود دفاع کنیم و این من از خود یک دیگر پیدا شد از همین صحبت‌های شما و به نظر شما نقش رحمانوف در همین سازشنامه صلح تا چه اندازه بود و گذشتهایی که از یک رئیس جمهور در همین زمان جنگ طلب میکرد، همین سازشنامه‌ای که قبول شد از یک رئیس جمهور چی از خودگذشتگی طلب میکرد و نقش رحمانوف در همین صلح چی بود و آیا رحمانوف هیچ یگان از خودگذشتگی به خاطر ملت و وطن و دولت نشان داد و اگر به جای رحمانوف دیگر نفر می بود آیا صلح میشد یا نه؟ خب رحمانوف چخیلی که او خودش میگوید در این مورد زیرکی سیاسیش رو از دست نداد. خب او آمد از ابتدا میدانید در چند دور سازشنامه یگانه مسئله که در همین سازشنامه ماندگی بود یعنی این ترتیب اجرای بندهای سازشنامه. مخالفین ادعا برام میکردن که اول بندهای سیاسی رو حل کنیم، بعد به بندهای نظامی پردازیم، یعنی بندهای سیاسی حل خود رو یابند، بعد بندهای نظامی. این کفالت برای بخطری مخالفین سیاسی بود که به داخل وارد می شوند و آنها از خود یک کفیل داشته باشند. رحمانوف پافشاری بر آن داشت که نه، اول مسئله های نظامی رو کلا حل کنید، یعنی خلع اصلاح شوید، بعد میبینیم مسئله های سیاسی تو. میانجی سازمان ملل متحد پیشنهاد میکرد که بیاید یک جایه در یک وقتی نگذارانیم، یعنی خب باشد اول همین وظیفه های یعنی کمیسیون آشتی ملی تأسیس شود، مسئله های سیاسی شروع شوند حل شوی، یعنی وظیفه های کلیدی اون وزیر مدافعه و یک چند وظیفه کلیدی تسلیم شوند به اپوزیسیون، بعد اپوزیسیون سر کند
اینتگراتsia با یعنی نیروهای نظامی اینتگراتsia سر کنند و همزمان رود. نزدیک بود با همین سازش نزدیک بودن و درخواست آمدند محض به خاطر همین که همه سه طرف آمدند در کنار رحمانوف ایستادند و پافشاری کردند که نه شما امضا کنید و هر سه طرف کفالت دادند که ما این معلوم بود که کفالت یگانه ما نیروهای نظامی ما هستند. اگر اونا رو خل اصلاح کردیم ما رو کی کفالت میدهد که ما رو در اونجا قتل عام نکنند. لیکن این کفالت رو گروه های میانجی به گردن گرفتن و از جمله او احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی و حکومت ایران، حکومت روسیه به گردن گرفتند و البته که معلوم بود که اگر خودت در پی بخطریت در پی امنیتت نباشی دیگر کسی پروات رو ندارد و بعدا معلوم شد که مادامی که خل اصلاح شده، مادامی که اون نفرای ما اکنون زیرتابع وزارت های قدرتی شدند، اون نمیتواند همان آیین نامه رو چی کند نقض کند، چون او به تنهایی جوابگر نزد قانون میشد. فرض کردیم یک نفر در وزارت مدافع، نفر دیگری در وزارت بخطری، نفر دیگری در وزارت چه بود؟ خب یعنی در وزارت های نظامی که از روی آیین نامه عمل میکند وارد شدند و اونا دیگر نمیتوانستند بیرون از آیین نامه عمل کنند. اونا رو نمیتوانستند مخالفین بگویند که خب اینا ما را فریب کردند، سلاح گرفته به سر اینا کشید. البته که این کار را نمیتوانستند کردند و این خیلی نقشه زیرکانه رحمانوف بود و برای این اونقدر عقل رسا هم در کار نیست. شخصی که در سر قدرت است و مزه شیرینی همون قدرت رو دیده است، او البته که برای در سر قدرت موندنش از این هم زیرکتر می شود. حتی خیلی آدمای از عقل بیگانه هم در تاریخ بودند، شاهانی که تقریبا از عقل بیگانه بودند لیکن در حفظ قدرتشون خیلی زیرک عمل میکردند و تقریبا همه، نه فقط زیادتر، تقریبا همه اونهایی که از بین برادرها در عصر میانه از بین برادرها اون سر قدرت میماند که دیوانه تر از همه بود، بیعقل تر از همه بود و هیچ مقدساتی در خود نداشت. می آمد از کودک تا پیر از عائله خود سر می برید، از مادر خود و پدر خود و برادر و فرزندان برادر خود سر می برید و سر قدرت را نگاه می داشت و برای این آنقدر عقل رسا در کارم نیست و کسی نباشد همین کار را میکرد که رحمانوف کرد. کسی که در قدرت نمی بود اگر از این طرف فشار نباشد، واسطه فشار نباشد، آن طرف حتمی میخواهد که قدرتش رو نگاه دارد و سازشنامه به دست آورده رو نقض کند و این در تاریخ بشر بار اول نیست و چنین سازشنامه ها را تاریخ در یاد دارد. یعنی اگر به جای رحمانوف دیگر کس میبرد صلح ناگزیر بود. و در اینجا یک سوال دیگه پیدا شد که منفیت ایران چی بود از صلح تاجیکستان؟ منفعت ایران در عرصه بین المللی ایران خیلی در چیز قرار داشت، در چی میگند
تحریم از طرف دولت‌های جهان تحریم شده بود و در عرصه بین المللی اون را روسیه و چین فقط جانبداری دیپلماتی میکردن و هنوزم میکنن و این سه کشور در هر حالت با همدیگر یک اتفاقچی بودند، یک همپیمان بودند و اون نیروی اون تاجیکستانی که در عموم تاجیکستان با تمام اقتدارش برای منفعت‌های ایران خیلی کوچک است که او بیاید با چین و با روسیه راست بیستد و البته که یک تاجیکستان بتون، اگر تاجیکستانی که یعنی چیز یک ملت بتون تاجیک، یک دولت قدرتمند تاجیک یعنی لیاقتمند تاجیک که از جانبداری اکثریت برخوردار هم باشد و جنگ هم بینشان نباشد، او در منفعت‌های دنیا جهانی او خیلی کوچک است. لیکن در این میان اگر گیریم که نصف تاجیک هم، نصف ملت تاجیک هم مخالفین اگر بودن، اون برای ایران خیلی کوچک بود بر آن که اون بیاید با روس‌ها با یگانه چیزشان جانبدارشان در عرصه بین المللی چیزشان را مناسبتشان را ویران کنند. به همین خاطر روسیه چون خواست و ایران از ایران خواست که ایران تاثیر رساند، ایران آمد در کنار روسیه ایستاد، در کنار رامونوف ایستاد. خب از سوالی که نقش رحمانوف در صلح بود جواب شاید نفهمیدم. نقش رحمانوف در صلح چی بود؟ رحمانوف مجبور به صلح بود. رحمانوف نه روسیه نه روسیه به صلح مجبور بود. رحمانوف در روزهای اول درباره صلح شنیدن هم نمیخواست، لیکن روس‌ها به او چیز دادند، هشدار دادند تو یا با مخالفینت با مذاکره میشینی یا دیگر از ما نه مبلغ دریافت میکنی نه سلاح و مهمات دریافت میکنی. یعنی برای او شرط گذاشتن و آدمی که این شرط را گذاشت امروز زنده است و همین شرط را بر رحمانوف گذاشتن و رحمانوف هم مجبور کردن و به جای رحمانوف کسی که نمی بود در همان روزهایی که سرهدبانان روس در اینجا تلفات جانی می دادن و روسیه الکی در دیگر منطقه ها هم درگیر چه در مالدووا و چه در گرجستان و چه در ارمنستان و قره‌باخ و چه در تمام چه در بالکان با مشکلی روبرو بود، میخواست که از این دردسر خلاص شود و رامونوف اون روز و ساعت خیلی پابند روسیه بود، لیکن روسیه هم خیلی پابند رامونوف. روسیه آماده نبود رامونوف را از سر قدرت دور کند در حالی که اون روز و ساعت میتوانست. امروز که بسیاری ها بر اینند که روسیه اگر خواهد میتواند رامونوف را از تخت کند، اصلا نمیتواند. امروز الکی همان قدرتی که روسیه اون روزه داشت امروز ندارد و روسیه میتوانست حتی رامونوف عوض کند با دیگر شخص، با مثال محمد سعید عبیدالله. لیکن برای روسیه رامونوف در کار، چون که عبیدالله باز چیز دارد، یعنی مردک خواندگی است، مردکی که از سیاست با خبر است، از دیپلماتیا با خبر است. با او مشکل تر می شود برای روسیه کار کردن. برای روسیه رامونوف خوب بود و
کسی که به جای رحمانوف نمی بود روسیه او را مجبور میکرد برای این نشست. ولی شاید آدم با وجدانتر و آدم خوانده‌تر و زیاهی‌تر به جای رحمانوف می بود، شاید چنین فریب بنیرنگ نمی کرد و شاید الکی از وظیفه آزاد می شد. یعنی این همین خیلی آدمی که تمام مقدسات رو زیر پا می کند و باید رنگ رحمانوف از 3 سال تحصیلات زیاد نداشته باشد. میفهمید؟ آدمی که زیاهی است، آدمی که کتاب خونده است ننوشته است. این رحمانوف کتاب می نویسد نخونده. آدمی که کتاب خونده است و البته که در چنین موردها خیلی چیزتر است، خیلی یعنی زیرکی سیاسی به گفت رحمانوف ندارد. او نمیتواند به چنین پستی ها دست زند و شاید اگر مثال به جای رحمانوف فرض کردیم قوار محکموف می بود، محمد سعید عبیداللهیف می بود، شاید شرطنامه صلح حتی با چنین شرط هایی که بودن شاید اجرایش بهتر می شد، چون که آدم ها ارزش های انسانی باز دارند، ارزش های مسلمانی دارند، ارزش انسانی به او بیگانه نیست. اکی علیم یک سوال دیگر همینجا پیدا میشه. در زمان جنگ شهروندی تقریبا به حساب های افیциال نگیم که رسمی 200-250 هزار نفر کشته شده. همین خیلی است. وقتی که جنگ شروع میشه، مثلا رحمانوف وارد دوشنبه میشه، اپوزیسیا مخالفا فرار میکنن به افغانستان. در همین بین شاید 1000 نفر ماکسیموم کشته شود، اما 200 هزار نفر کشته دیگر از کجا پیدا شد؟ اینها کی بودند؟ کی کشت اینها را در همین بین؟ وقتی که اپوزیسیا در افغانستان است، تاجیکستان در دست رحمانوف در دوام 7 سال اپوزیسیا در افغانستان است، او وارد تاجیکستان شده و آدم کشته نمیتونه. پس در همین مدت این قدر آدم از کجا پیدا شد؟ این قدر مرده اینا را کی کشت؟ برای چی کشتن؟ در تاجیکستان از سال 92 تا سال 95 قتل عمومی مردم در جریان بود و یکم اون چیزی که شما گفتید تعداد ببینید در وقتی مقابلیت نظامی در وادی وحش و تا به دوشنبه اومدن زیاد از 1000 نفر به قتل نرسیده بود و اکثریت کل آنها سلاح به دست بود از هر دو طرف، اکثریت کل. البته که در این میان شخصان ملکی هم میغلطیدن در دست هر دو طرف، یعنی قصاصگیری میشد. مثال فرض کردیم کرامت الله قربانوف را فرانت خلقی، قماندان فرانت خلقی کشت. پدرش یک گروه تأسیس داد، گروه اصلاح بدستان، و سر کرد به کشتن غرمی ها و بدخشانی ها، یعنی به کشتن اونهایی که پسرش با اتهام آن که به این طرف خدمت میکند، یعنی به حکومت مراسای ملی خدمت میکند، به خاطر همین کشته شد. پدرش آمد با جانبداران حکومت مراسای ملی، از جانبداران از قاتل نه و از این طرف قصاص گرفتن شروع کرد و همین قصاصگیرها می آمدند. قصاص یعنی فرض کردیم برادرت سلاح به دست بود کشته شد، تو قصاص وی را از مردم ملکی میگیری. همین خیلی دیگر تو مردم ملکی را کشتی، از اون طرف باز یکی پیدا شد از این قشلاق خودت قصاص خودت رو میگیرد.
البته چنین بود، از هر دو طرف بود، لیکن در مجموع تا به دوشنبه در آمدن رحمانوف نه زیادتر از 1000 نفر کشته شده بود و اکثریت کل اونها سلاح به دست بودند و اگر اون سلاح به دست، البته نزدیکان ما هم در اون جا تلف شدگی بودند، اصلا کین ندارم نسبت اون طرفی که این سلاح به دست ما را کشته باشد، یعنی دو سلاح به دست که یکدیگر را شکار میکنند، البته که یکی یکدیگر را میکشد، یکی دیگر را میکشد، لیکن بعد وارد شدن به تاجیکستان از 316 به سفخاز ترکمنستان در 316 وکیل مردمی پرابلم سفخاز ترکمنستان رو چیز کرد، برداشت که در آنجا مردم در پس سیمخور هستند و در شرایط ندارند و اونها از جان خود میترسند، باید اونها را نجات داد، باید اونها را به خانه ها برگردان. سیسیا قرار میکند سنگک سفروف با ارتش خود میرود و اونها را بمباران میکند، اما اونهای را که باید نجات دهد بمباران میکند و تعداد کلان اونها در همون بمباران میمورد و تعداد خیلی کلان اونها که خود را مجبور میشود به دریا میاندازد تا با اوس بر دریا گذرد، در دریا غرق میشود و این یک حالتی بود که دیگر به دوشنبه که در آمدن دیگر قتل عام بدخشانی ها شروع شد. چرا من میگویم قتل عام بدخشانی؟ پاکسازی قومی و من بر این عقیده تا مردنم میمانم که این پاکسازی قومی بود. بگذار برادران همسنگر من و دیگر برادران تاجیکی که در این قتل و کشتار دست نداشتند مرا ببخشند، لیکن اون نفرانی که اون بدخشانی های کشته می شدن اونها رو فرق کردن آسان. یک غرمی، یک دیگر برادر اگر او را عمیق نمی دانستند که همین غرمی است، او می توانست با زبان خود، با توقی خود، با فرض کردیم با همه چیز خود از دیگر منطقه های تاجیکستان می تواند فرق نشدن، لیکن بدخشانی را با فرقیت قومیش میکفتند و میکشتند. اون طرف بدبینی نداشت، اون طرف حساب نداشت، اون طرف قصاص نسبت بدخشانی نداشت، اون طرف یک سرباز وظیفه داشت بدخشانی کشتن، او امر داشت بدخشانی کشتن و او بدخشانی را تشخیص دادن میتونست و این پاکسازی قومی را بنیاد گذاشت رحمانوف. حدود 7000 بدخشانی ملکی در ناحیه های تابع مرکز و شهر دوشنبه قتل عام شدند. همین خیلی مردم غرم، مردم دیگر منطقه هایی که از میدان شهیدان جانب اولین مردمی که قتل عام شد در این جا میفهمند که سیبستان دغره بود که اونها در میدان شهیدان، یعنی در بیداری ملی، آنها نمیدانستند که این میدان شهیدان به برادران کولابی و دنغرگی آنها از این میدان بد میآید. اونهایی که به میدان شهیدان برآمدند بر ضد رژیم کمونیستی، اونها هرگز نمیدانستند که پگاه ما همین مشکل را با برادران کولاب خود خواهیم داشت، با دیگر مناطق خود خواهیم داشت، با ایسار و ریگر و نارک و یعنی یاوانو. اونا نمیدانستند که ما همین میدانشینی ما مشکل ما را با این برادران میکند. اونا در میدان ششته مشکل با کولابی نداشتن، مشکل با اونجا اون وقت هنوز فرانت خلقی نبود، با هیچ کس، با سنگک مشکل نداشتن، کسی با کسی کار نداشت که. لیکن این آمدند پیدا کردند اون رژیم کمونیستی خیلی که طول
70 سال جدا از ما رو از هم جدا کرده حکم میران، باز توانست در بین ما نزاع اندازد و در بین ما بدبینی بین هم دیگر اندازد و اون نفرانی که به دوشنبه در آمدن، باز تکرار میکنم، و یا نمیدونستند بدخشانی چه نفری است، او چه بدی کرده است. فقط او امر داشت که همین مردم باید تو یابی و زدی، خانهش میگیری، زنش میگیری، دخترش میگیری. این حقت است. این در تمام جنگات چنین بوده است که بشر در آمدی همه چیز به تو اجازت، غارت کن، خانه گیر، دیگر گیر. همین کار شد. چون روس لکه گریخته بود، آدم بیگانه را میکفتن که مال و اموالش را بگیرن. این یعنی دیگر از کی بگیری؟ اونجا روس رفته بود، دیگر رفته بود، اون خانه و در و پول و مال و دیگر به خاطر همون 300,000 در طول 5 سال از طرف رزمندگان فرانت خلقی کشته شد. اون پروفسورها و علمای تاجیک که به خاطر یک محمد عاصمی به خاطر آن کشته شد که وای از نگاه معنوی تا زنده بودن محمد جان عاصمی، رحمانوف از نگاه معنوی لیدر نمیشد. فقط یک رشک لیدری باعث قتل یعنی خیلی. این بعد از سال بود کشته شدنش؟ این سال 95 بود. این علاقه چی نبود، جنگ نبود در تاجیکستان. بغیر از فرانت خلقی هیچ کس بیدادگری نمیکرد. من برای همین میپرسم که وقتی که اپوزیسیا چون در که از این طرف ضدیت نداشت، اونا یک طرفه می اومدن، می در اومدن، می زدن، می کشتن، می بر اومدن، می در اومدن، می زدن، می کشتن، می بر اومدن. رکتور دانشگاه طبی رو مینخاج غلاموف بود. برای چی کشتن؟ برای وظیفهش. چون که در اون وظیفه اون نفرانی که پروفسورهای واقعی بودن، طبیبای واقعی بودن و یا با رشوه اونجا دانشجو طلب نمی کردن، لیکن همه می دانستن که چخل جای به گفت اونها ژیرنی است. این منصب پول می آورد و این پول تا رامانوف می رود. اون رکتوری که پاره می گیرد رامانوف داله دارد. و کشته شدن رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان محض با امر و با چیز رحمانوف بود. مایانشاه نظرشاه یک موی سفیده که بعد چند سال با اجل خودش میمرد، چی خلال میرسون؟ خود سفرعلی کنجایف چی خلال میرسون؟ خود رحمان نبیف چی خلال میرسون به این رژیم؟ همه اینها رو قتل عام کرد. چون که با بودن اینها همین سوال نمیشد که اگر رحمانوف نباشد کی باشد. به این سوال جواب روی خط کلام بود. رحمانوف نباشد کی باشد. امروز میگه رحمانوف نباشد کی باشد. واقعا اون چیزی که در اونجا باقی مانده است در لیدر نیست، صده بالا، در زینه بالا میگم. البته در بین مردم زیادند بهترین ها، لیکن در اون چهره های شناسه که در تاجیکستان است، اون نام هایی که در تاجیکستان است، کی است به غیر از رحمانوف؟ انا به خاطر چی کشتن؟ قتل عام کردن. نخبگان ملت را قتل عام کردن. و امروز می آیند و میگن جنگ داشتیم. ما جنگ نداشتیم. جنگ شما آوردید. بعد در آمدن به دوشنبه آوردید جنگ. تا اون وقت جنگ نبود. خب اکه علیم شیرزمانوف، برنامه ما هم زیاده از 1 ساعت شد که ادامه داره.
اگر یگان گفتنی خاتموی داشته باشید بفرمایید، بعدا برنامه را خاتمه بدیم. خیلی خیلی ممنونم از برنامه‌ای که شما پیاده کرده اید و خیلی خرسندم از شما که البته من در فیسبوک نگاشته‌های شما را میخوندم، خیلی به من معقول بودن، خیلی پیگیری داشتم و امروز که به این فرمت گذاشتید خیلی خرسندم و میخواهم که از تماشابینان میخواهم که برای برادرمون، برای دادرمون مصلحت‌های خود رو دریغ ندارید. خب یعنی فرمت برنامه رو شاید دیگر خیلتر کنید چون که بسیار تکرار نشود. ما چنین برنامه ها در دیگر شبکه ها زیاد داریم، یعنی در خود شبکه پیمان هم داریم به همین مانند و یک با هم کاری محترم تماشابینان که امروز ما رو تماشا دارند و روزهای بعد نیز شاید در یوتیوب ما رو تماشا میکنند و دادرمون امیر جان در این راهی که گرفت است یاردن خود را رسانید. ما باید خودمان امروز حکومت ما، دولت ما غصب شده است، در دولت ما اجنبی آمده است، دولت ما را غصب کرد. ما باید تربیت کنیم فرزندانمون رو، یکی را روزنامه‌نگار کنیم. ما نبینیم که باز رنگ اون روزنامه‌نگارای کلاسیکی باز نگوین که اینم روزنامه‌نگار شد و هم روزنامه‌نگار شد. ما همه، من هم سیاستمدار نیستم، ما را زندگی سیاستمدار کرد. این داده را بگاه زندگی روزنامه‌نگار بهترین میکند، روزنامه‌نگار سطح بین المللی میکند، به اون چیزی که شما اون رو رسمی می‌حسابید. ما مطمئنیم که زندگی ما رو مجبور کرده است. اگر شاید اگر همین به جرأتی ملت نمی بود، جای من در سیاست شاید نمی بود. البته نه شاید و حتما بهترین های پیدا می شدن که من میدونم که هستند لیاقتمندترین شهروندان تاجیکستان، لیاقتمندتر از ما و امیر جان که میتوانند روزنامه‌نگار برجسته شوند، میتوانند سیاستمدار برجسته، لیکن برای اونها اجازت نیست. اونها به اجازت را انتظارند. ما که به اجازت کار کردن جرأت کرده ایم، همین قدریم. یعنی لیاقت ما همین است، لیاقت ملت ما همین است. اونه که زیایی هست و 3 دیپلم دارد و 6 کتاب نوشته است، 8 کتاب نوشته است تو اونا رو هیچ کس نخونده است، او جرأت سخن کردن ندارد. یا سخن کند به جز چاپلوسی به یک مردکی که با 3 سال تحصیل امروز 30 سال حکمرانی میکند در خدمت او قرار دارد با 5 دیپلمش، با عنوان پروفسوریش و اکادمیکیش. خب ما دیگر ملت دیگر انتخاب ندارد. بیاید من با 2 دست ادب خرسند میشوم همین مقام خود و همه چیزی که دارم که خیلی من هیچی ندارم تسلیم کنم. بیاید همین رو به دست گیرید. این برادر امیر جانم آماده است که از پی زندگی خود شود، چون این وقت هم ندارد برای همین کارهایی که گرفته است، لیکن ما مجبوریم دیگر. از همین خاطر محترم تماشابینان، من از شما میخواستم که به همین دادرمون یاردم کنید، مصلحت ها دید، چخیل فرمت. من مطمئنم که خودش هم از این بهترین برنامه ها میکند و به شما برای کار خواهانم و انشاءالله تشکر زیاد برای اشتراکتان. خدا نگهبانتان. سلامت باشید. خدا نگهبان.
саломат бошед.